تیم ایرفورس عراق برای شرکت در بازی نهایی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا 2017 به دوشنبه آمد. ایرفورس برنده فعلی جام AFC بوده با دسته استقلال تاجیکستان بازی خواهد کرد. هیئت 40 نفره عراقیان 30 اکتبر وارد دوشنبه شدند و تا آغاز مسابقه در ورزشگاه مرکزی پایتخت تمرین میکنند. وصلت بعثة نادي القوات الجوية يوم أمس الساعة 1 ليلا. ما ساعت 1 شب به دوشنبه رسیدیم. به دلیل بد بودن باد و هوا در عراق سفری ما کمی تأخیر کرد. دسته ما همه جانبه آمادگی می‌بیند. ما باوری داریم که جام کنفدراسیای فوتبال آسیا را این سال هم به دست می‌آوریم. للنسخة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. سال گذشته ایرفورس در بازی نهایی بنگلوروی هندوستان را با حساب 1-0 شکست داد. این سال هم در برابر استقلال این دسته عراقی از بین 54 باشگاه آسیا به دوره فینالی راه یافته است. دسته میزبان استقلال تاجیکستان تمرینش را در مکان برگزاری بازی ورزشگاه مرکزی حصار ادامه می‌دهد. دستپروران محسن محمدیوف با رجای مخصوص به این بازی مهم آمادگی می‌بینند. استقلال سال 2015 در بازی نهایی جام AFC که 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر شد از دسته جوهر دارول تعظیم مالزیا با حساب 0-1 شکست خورد. مسئولین دسته میگویند در این بازی تلاششان تنها برای غلبه است. توزیر خیلی کارو با انجام رسونده شده در جریان برگزاری بازی نهایی. یگان مشکلات نیست، کارو هر روز دوام. ما یک دفعه سال 2015 در بازی نهایی مغلوب شده بودیم و این دفعه حرکت میکنیم که قصور این باخت رو براریم و تمام مردم تاجیکستان رو خرسند نماییم. بازی نهایی جام AFC 2017 میان دسته‌های استقلال دوشنبه قهرمان 6 کرته تاجیکستان و ایرفورس عراق برنده جام AFC 2016 روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 17 شروع می شود. نرخ بلیت این بازی به منبر اساسی 20 سومونی و به منبرهای دیگر 10 سومونی مقرر شده است. مبلغ جوایز بازی نهایی جام AFC 2017 مسابقه از روی ماهیت دومی باشگاهی آسیا 1.5 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب جایزه مالی به مبلغ 1 میلیون دلار و به فینالیست $500,000 سپرده می شود.